نمیبینی به این هم تمام عضو بدنم را بریدند. یک تاش را فراموش کردند، زبانت را. آن را باشد خودم میبرم. دمت را گرفته خواب کن. ایستا اول به تو دارو دیم. حالا که زبانت در جایش به بالایش گذاشته فرو بر. کشا دهانت را کشا. آب را نوش بد خواب میکنی. دارو را هم خوردی. کمال باور کن مرا مجبور نمودند. من نمیخواستم. کمال با کجا میروی؟ با من رحم کن کمال. الو کی کمال؟ فریده؟ فوراً با شما صحبت کردنم لازم. شما در خانه اید؟ نه، من در طرف های قلیچلی هم. به خانه کی برمیگردید؟ به خدا کاری من کمی دیر دوام میکند. گوش کن، من هم با تو در خصوص یک مسئله مهمی صحبت کردن میخواستم. در کجا بودنتان رو نمیگویید؟ در خانه مادرت هستم. در خانه مادری من؟ در اونجا چی کار میکنید؟ گوش کن فریده، اینجا بیا همش رو میفهمی. الو اکی کمال. چند وقت از شما را مشاهده میکنم. میبینم که همه‌تان بزرگ شده به وایه رسیده اید. اکنون وقتی بعضی چیزهای مهم را دانستنتان رسیده است. در اسلام همه‌مان بیگناه تولد میشویم، لیکن بعداً وقتی که به وایه میرسیم هر گونه فکرها و آدمها بر روحمان تاثیر میرسانند. از همه راه مهمی از همه این نجات یافتن این شرم و حیا است. نفری که عیب و حیا را میداند به خود زره میبافد و گناه‌های در اطرافش بوده به او ضرر رسانیده نمیتواند. چه خیلی که همه‌مان میدانیم شیطان برای پرده حیا را نیست کردن انسان را مجبور میسازد. مخصوصا شما بر این جوانان را همه وقت میتواند فریب دهد. اگر بر روحمان یک تیر شیطان آمده رسد چه خیلی باید خود را حمایت کنیم؟ چطور باید رفتار نماییم؟ در اول اگر اراده‌مان قوی باشد باید پس گردیم. بعداً ضرری در ذهنمان بوده را نیست کنیم. برای پهن شدن آن ضرر خود را پیشگیری نموده از آن نجات یابیم. از همه دختر زیبای مکتب با من خانه دار میشوی؟ بینه در آنجا چیز نوشته شده است. با فکرم به شانوزا نوشتن. چقدر زیبا. بله زیبا. آفرین. کنی زود به جای هایتون گذارید. در همین خصوص حاضر گپ زدم. هوشتان را به دست گیرید. به من گوش کن. وقتی به شعبه پلیس رفتند به من خبر ده. سماعت سفستا نگو. اگر فهمند از آنها با آسانی خلاص نمیشوی. سلام یاسین. سلام آسیه. برایت خواطر شدم. چه خیر شدی؟ خوب هستی؟ خوبم، خیلی بهتر شدم. اپای فریده نیستند؟ مادرم نیستند، لیکن میآیند. به خانه در آمده انتظار شد. در خانه که نیست. نه، آمدن بعد می درایم. دوستم سمت، رفیقی دوره کودکی هم. آسیه باشد دختر یکی کمال. یک مرتبه به قهوه خانه‌اش رفته بودیم. دریا دارم. سلام. سلام علیکم.
öyle yanılttın ki beni. İlk defa geliyor başıma, ben sevda şarkısı beklerken bir veda çıktı karşıma. Senin adın ayrılık, böyle yazılmış alnıma. Benim adım yalnızlık, eski buruk bir şarkıda. Geri döner mi bilmem, mazideki sevgilim şimdi dinler bilmem, vicdanının sesini. Geri döner mi bilmem, mazideki sevgilim şimdi dinler mi bilmem, vicdanının sesini. Şimdi dinler mi bilmem, vicdanının sesini. بیا فریده بیا. آقای کمال چرا به اینجا اومدید؟ همش رو میگویم فریده. فریده 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 چرا این کارو کردید آقای کمال؟ پسرم در اینجا انسانی سالم بیمار می شود. من افسون را به خانه برم با دستانی خودم نگاه بین میکنم. کلینی زیبایی من. تشکر زیاد، لیکن دکتر امروز من رو جواب نداد. من نیستم. شرف رفته استراحت کند. یک بار چیزهای خواستت را هم گوی رفته بیارد. روزنامه یا کتاب. یگان چیز دیگر بهترش کامپیوترت رو بیارد. نشسته بازی میکنی. مادر کاردار نشوید.
او کودک است که کامپیوتر بازی میکنه. خب چرا شرف؟ مگر من به مهربانی حق ندارم؟ جانم من برای این نگفتم. مادر خیزید من شما رو به خانه برم. در بازگشت خواسته های افسون رو گرفته میارم. آمدن تو کافیست برایم. این طور باشد من میروم. مادرت رو به کجا میبری؟ به خانه جوره امون. چرا به خانه خودمونی؟ چیزی چرا امون آنجا هم برای همین آنجا میبرم. ها فهمیدم. اینطور باشد با ماشینی من رفت. جانم ما با تاکسی میرویم. بهتر شده فریده؟ خوبم اما هر چیزی که گفتن میخواهید گویید که کم، چون که من از اینجا هر چیز در برآمده رفتن میخواهم. فریده من یک کار کردم، لیکن وقتی که گفتم مرا جنگ نکن، اول کمی فکر کن بعد خلاصات رو برار. اکی کم از برای خدا التماس زودتر گپ زنید. پس از واقعه های امروز طاقتی در اینجا ایستادن رو ندارم. آخر بخیر از چی شد؟ پینار باز گریخته است. در بیمار خانه نفری به او کمک کرده است. چرا من از نزدش دور شدم؟ چرا دور شدم؟ نباید که به گپ افسون گوش میکردم. اگر با کمیسر عزیز خبر میدادم او از بیمار خانه گریخته نمیتوانست. از او انتقام گرفتن میخواستی؟ انتقام گفتید؟ چرا از شنیدن این کلمه میترسی؟ عذابهای داده پینار را مگر فراموش کردن ممکن است فریده؟ کارهای در حقت کرده او را یک یک به او کردن نمیخواهی؟ حالا این گونه فرصت داری فریده، این کار را کرده میتوانی. چه خیلی؟ شما چه گفتن میخواهید؟ پینار اینجاست، در این خانه است، در بالا تو را انتظار است. میتوانی رفته جزای این ابلیس را دیدی فریده؟ شما او را از بیمارخانه گریزاندید؟ بله من گریزاندم برای بعداً پشیمان نشدن. خیز فریده، حالا که در دست این گونه فرصت داری رو. انا میخل فریده، اکنون او در اختیاری توست. از او نترس فریده، بگذار او از تو ترسد.
با من دام گذاشتید همراه با من دام گذاشتید حساب این رو از شما البته میگیرم انا دیدی فریده حتی در دم مرگ به ما تهدید میکند جزای این دستگیر کردن و محبوس نمودن نیست باید او نیست نمود مرا نیست میکنید ماه خود را افسون گفته در اطرافتون گشتم حس نکردید باز یکان راهش را مییابم با او دلسوزی عیف است تو کوشگویی همین لحظه کارش را تمام میکنم باید کیها میمرد پدر و مادر و همه نزدیکانم را از من گرفت برای او شده فرزندانم بی پدر و مادر کلان شدند یک دقیقه ایستید گوش کنید شما مرا به اینجا آوردید من با خواهش خودم نآمدم که به این هم من از اینجا رفتنی بودم دیگر اصلا رویم رو نخواهید دید رهایم کنید روم ما را ابله فکر کردی چرا باید تو را آزاد کنیم تو امروز من این گونه سخنان را از تو 100 بار شنیدم تو هم باور نکن فریده آخر من این گونه آدم نیستم من انتقام نمیگیرم چه خیلی که نباشه انتقام نمیگیرم نه نمیتوانم فریده کمال با تو کی میشود هیچ کس این مسئله بین هر دویمون سر شد بین هر دویمون تمام شود به این هم جزایم را دادید اکنون پلیس هر کجای بیند مرا دستگیر میکند جزا تو این را جزا میگویی رزیل پدر و مادری فریده را کشتی همسری مرا کشتی اکنون جزایت را میبینی آتش قلبم چی؟ آن را چی در خاموش کنم؟ پدر و مادرم چی؟ آنها در قبر آرام می شوند گوش کن من هم عذابی زیاد کشیدم پسرم را از دست دادم سالها از خانه نبر اومده در یک حجره زندگی نمودم معلوم که درس نشده است کافته باز فریده را یافتی آدمی که حیاتی نو را آغاز میکند رفته همسری فریده را میابد فریده تو هم یگان چیز گوی آخر من او را به خدا حواله میکنم تو شنیدی او چی گفت؟ فریده تو چیکار میکنی فریده؟ من بیهوده جانم را در خطر گذاشتم بیهوده پناه را به اینجا آوردم من از شما این را نخواسته بودم مایلش فریده زبانت نمیگوید و اقلا چی گفتنی قلبت را به من گویی بیا جزای این پلید رو دهیم همه شد به من گذار تو فقط مایلش گوی آن طرفش رو به من گذار فریده میدانم تو این گونه انسان نیستی اگر خواهی هم مثل او شده نمیتوانی لیکن فکر نکرده خلاصات رو نبرار من تو بگو اینجایم اگر نهایی با کمیسر عزیزم میزنم آمده او را میبرد با تو چی؟ بگذار رود با تو چی؟ می رود لیکن بر می گردد تقدیم از استودیوی منیژه
بیا پسرم با اون طرف نگاه نکن. چرا نگاه نکنم مادر؟ در آنجا فرزندانم هستند. در دیگر جای باشد همسرت افسون. زنی که او را پروندی و ولی به کسی نگفت. شوهرم گفته خاموش است. هوشت رو به سرت گیره کن. رفتیم. خیر جوابت رو انتظارم. با اون دستانی زیبای جواب ننوشتی؟ دیگر این کارو نکن. معلمم منجان کرد. معلمه ها همشون یک خیلن. کتاب گفته چی بودن عشق رو نمیدونن. لیکن زندگی این خیل نیست. چی زندگی را از تو آموزم؟ امینه چی کار میکنی؟ یگون کس میبیند. برای همین هم به من نگو. زیرا تو راضی نشوی از تو دست نمیکشم. این غیر امکان است. من از تو خیلی رنج کشیدم. چی؟ گفتنی که دیگر وا نمیخوری؟ مایلش امینه باشد. بگذار مسکی گفته تو شود. مرا فکر نکن. من عشقم را در قلبم میگرونم. اما یک چیز را فراموش نکن. تا تو بله نگویی تو را به حالت نمیگذارم. و باور کن تا زنده ام این انگشترین ها را با خودم میگردونم. دیر شد. من به خونه میرم. این بار هم نشد. چطور با او مناسبتم رو خوب کنم؟ من رفته اوستا را میارم تا اینکه خوبای برق رو تعمیر کند. پسرم لازم نیست. بگو به خونه همون میرویم. دکتر فردا افسون را جواب میداده است. شرف هوشت رو به سرت گیر پسرم. رشکی زن به هیچ چیز مانده نیست. افسون را بسیار مجبور نکن. بعد سخت پشیمان میشوی اما دیر میشود. چیکار میکند؟ مرا مجبوری در خانه‌اش نگاه میدارد. پسرم چرا مجبوری نگاه میداشته است؟ همسرت نیست. با خواهش یک دیگر اویلادور نشد. البته لیکن هوشم بفریده است. افسون پینور بود. با تو زید برآمد. دلی تو رو از خودش خنک نمود. در حالی که زخم دار است تو را بالای سرش میبردارد. من شما را میفهمم مادر. مرا دیوانه نکن پسرم. اگر با افسون گویی که من با فرد زندگی میکنم چی میشود؟ او دیوانه نمیشود. به غضب آمده به پلیس رفته همه چیز رو یک نقل نمیکند. نه این فکر رو از سرت دور کن. فراموش کن. افسون رو فکر کن. من رفته اوستا را جیسنم. یک شب پگاه یگان کس مرا در اینجا نگاه داشته نمیتواند. عقلش را خورده است. سلام. مرا ببخشید. دیر کردم. هیچ غم نخواه فریده، مهم نیست. شما از نماز بر آمدید؟ تو به درون در آمده کارت رو سر کن. در درون کسی نیست. تا بگاه هر دیامون تنهایم پینار. کنی بینیم بگاهی به شعبه پلیس میروی یا اینکه به قبر؟ کمال
همه این کارها رو ما یک جای سر نکرده بودیم مگر؟ از اول یک جای نبودیم مگر؟ همراه همه رو فریب ندادیم؟ حاضر به تو چی شده است که خود رو فرشته میشموری؟ عزرائیل هم فرشته است لیکن جان میگیرد. گوش کن، تو هم میدونی که این خونه با من موند. سببی که پلیس از پسم بود فرصت نیافتم که خونه رو فروشم. گیر، از تو میشود، با تو میدهم. باور کن با من خونه لازم نیست. فقط تو مرا رها کن بر اومده روم. به این هم در اینجا موندن نمیخواهم. در اصل راست میگویی. این هم فریده هیچ کار کردن نمیخواد. بله دیدی هیچ کمت که سیر شد که العاد با کار در اومد. بیا کنون مرا رها کن. بیا. این خانه چقدر ارزش دارد؟ ارزشش نه کمتر از $1,000,000. نه خود نرخش گران بوده است. در این خانه یکان چیزی دیگر نیست، جواهرات یا یکان چیزی قیمت بها. بودو جانان را میشناسی؟ نه خود نشناسم، جانان شلنگ. من در این خانه مونده نمیتوانم. گریخته میروم از اینجا. مرا رها کن و فایده‌اش را بین. چای دم کرده، به دهلیز برآمده، هوای تازه را نفس میکشم. درست میگویی کمال. بیا کنون مرا رها کن. رها میکنم پینا، رهایت میکنم. گریخته رو مایلش. بله. رویم. تو مرا بی عقل فکر کردی هم؟ از این خانه تنها مردت میبراید. من این تابوت رو بیهوده تا اینجا نآوردم. دخترم امروز احوالت خوب نمی نماید. یگان درد داری؟ نه من خوبم. میلش اگر گپ زدن خواهی من همین جایم. در اصل ممکن است از شما یک چیز پرسم؟ البته. یک دوگانه هم هست. دوگانه خیلی نزدیک. یک زن با او بدیهای خیلی زیاد کرده است. او باشد هیچ کار نمی کند. انتقامش را نمی گیرد. همیشه خاموش است. او را به خدا حواله کرده است. کاری درست کرده است. لیکن آن زن باز نایستاد. یعنی بدی کردن را دوام دادن گرفت. دوگانه هم تا چند خاموش بود او بیشتر ضرر می رساند. حاضر باشد به دست دوگانه هم فرصتی مناسب رسید. یعنی برای انتقام گرفتن. اگر او انتقام گیرد گناهگار می شود. گوش کن دخترم، پیامبری گرامی امان ظلم انسان را به انسان من نمودند. در دینمان ظلم نیست. حتی در یک حدیثشان گفتند از دعای مظلومان دوری جویید، زیرا بین آنها و خداوند پرده نیست. از این رو تو به اون دوگانه‌ات گوی بیشتر دعا کند دخترم. اون زنی بد پدر و مادرش رو هم کشت. شوهر و فرزندانش رو گرفته، عائله‌اش رو پریشان کرد. همه روها رو برایش با حیاتم رو برباد داد.
او به تو رنج زیاد داد. رنج بسیار میکشی دخترم. در اصل یک راه برای خاموش کردن این درد است. شرف تو کجا بودی؟ قوه برق را تعمیر نمودم. ما هم با خانم افسون آیدی تیر خوردنشان گپ میزدیم. خانم افسون صحبتمان را دوام داده میتوانیم. آیا شخصی را که شما را پران دیده بودید؟ دیدم. حتی خیلی زورا نمودم که مرا نکشد. او کی بود؟ پینار شما را پراند یا اینکه کسی دیگری را برای کشتن شما فرستاد؟ کسی دیگر رو فرستاده بود. شخصی رو که عکسش در دستتان است. همین است؟ بله. انا همین آدم مرا پرانده بود. باید امشب در مهمانخانه 5 ستاره دار می‌ایستادم. به احوال نگر. اگر پلیس از پیم نبود با تو چیکار کردنم رو میدانستم. الو، این منم اخرب. اکای نسیم همینجاست؟ نخواد. به من فوراً مبلغ لازم. فهما وقتی که آمد به اکای نسیم گوی که به من زنگ زند. انتظارم. میلش، تشکر. باز به کی زنگ زدن ممکن؟ الو سعید، این من اخرب. از تو یک ابله تلفن رو خاموش کرد. نخواد به کسی خوبی هم نرسیده باشد. یگان کس بر روی هم نگاه نمی کند. این خودش چی گفت؟ شرف جان، التماس مرا درست نفهم. من برای آن دور و دراز نقل کردم که باور کند. مرا پراندنت را هیچ کس نمیفهمد. از تو سپاسگزارم. لیکن من به این قدر خوبی سزاوار میانه نمیدانم افسون. این چه خیلی گپ است؟ البته سزاواری. تو شوهر من نیستی مگر؟ غیر از این تو را فریب داده بودند. تو حقیقت را نمیدونستی. مرا پینور گمان کردی. اگر افسون بودنی مرا میدونستی هیچگاه نمیپراندی. گوش کن شرف. من به عشق و وفاداری تو باوری کلان دارم. اگر تو هم میبودی همین طور رفتار میکردی. خیر، اکنون موضوع رو محکم میکنیم. تو چرا برای تعمیر برق رفتی؟ به خانه من برگشتن نمیخواهید؟ آخر ما خانه داریم شرف. ما در خانه اجاره میستیم. چرا اونجا میستید؟ از روز اوله دار شدنمان در خانه تو قریب هر روز جنگ و جنجال شده ایستاده است. رفتنمان بهتر است. درست میگویی و لیکن خانم نباید چی میگویند؟ من با مادرم صحبت کردم، اون نیز قبول کرد. در اون خانه اجاره براحت است مگر؟ ما علاقه کوچیدیم افسون. باور کن آنجا برایش بهتر است. نبیره هایش هم اونجایند. فکر نمیکنم که زیخ شود. این طور باشد به مادرت یک چند لباس گیریم شرف. خرسند میشود. میلش افسون. دخترم، خوراکی مرا برده بده کریز بد میخورم. من کمی استراحت کنم، حالم آنقدر خوب نیست. برای پینور زخ شدید؟ تنها برای پینور نه، برای همه چیز.
اشتهایتان. به تو یگان چیز گفتند؟ نه، اشتیایی من هم گریخت. من هم نمیخورم. از آنی من رو هم گرفته بر. نمیخورم. ولی نپردو دیرتر میخورم. چه شد؟ چرا میخندی؟ این گپ رو به کسی نگوی. 2 کارتوشکا بوده است. بگذار. 2 کارتوشکا باشدم نپردو. نفرانی هستند که همین رو هم ندارند. شکر کن نه تشنه‌ایم نه گرسنه. من صدای تلفنم رو خاموش نکردم. تلفنی من نیست. حالا هم قهریم. سیدی رزیل به تو نشان میدیم تا آخری عمرت فراموش نمیکنی. اکا سخنی نموند که نگفته باشم. دیده ایستادید که همه راه رو سنجیدم، لیکن دختر راضی نمیشود. این چی نابراری است؟ او خودش رو که میحسابه. خدایا توبه. امینه پیامک فرستاد. پگاه واخوردن میخواهد. مایلش پسرم جوابش رو نویس. اکا چای دم کنم؟ البته دم کن. امروز کمی کلچه خند هم بیار. در همانجا کلچه خند باید باشد امینه. مایلش پگاه پس از درس در قهوه خانه نزدی مکتب وا میخونه. نوشتم اکا. در وجودش خون شیطانی داره. در جوانی هم من هم همین طور بودم. اگرچه حالا هم همین طورم، لیکن هیچ زنه یافت نمی شود که موافق طبعم باشد. وقتی گپ زدنش آوازش جرنگاز کنه، وقتی نگاه کردن نگاهش وجودت را سوزانه، چه خیلی خوب میشد. همین طور نه؟ ابله تو تنها یک جواب داری. ها اما چیز می شود. تو را هم خانه‌دار میکنم. در اینجا چی کار میکنی؟ هیچ. وای کلچه قندها رو نیفتم. شاید خورده باشیم. خیر هیچ گپ نی. شما در اینجا چیکار میکنید؟ در اینجا چیکار میکنید گفتم؟ زود از خانه مادرم برای مادر روید. حاجت به موندن هم نیست. کارم تمام شد. نفر نموند که انتقام گیرم. تنها تو رو گذاشتم تا از غمیان ها رنج و عذاب کشی. دروغ گفتی. باز دروغ گفتی. تو با من قول داده بودی که از اینجا ها تماما برآمده میروی. تو هم به او باور کردی؟ با بالا برآمده بین که ها تو رو انتظارند. با فکرم کسی رو فراموش نکردم. دخترت، پسرت و شوهرت. آنها رو دیده تو هم خواهی بود فریده. نه
این کارو نکردم گوش. من نکردم جانکم، تو کردی. با من باور کرده خطای بزرگ کرد. نه امینا، یاسین در کجایی؟ شراب امینا دخترم، یاسین پسرم خیلی، یاسین نه فرزندانم، شراب خیلی، امینا مادر جون چی شد؟ هیچ خوبی بد دیدم. عرق کرده اید. حاضر چای دم کردم. یک پیاله آرام گرمکک می نوشید. من باید روم. مادر در این به وقتی به کجا می روید؟ باید با نفری بخورم. مادر جان چی شد؟ به کجا می روید؟ یگون چیز گویید. مادر من هم با شما می روم. نه شما به هیچ کجا نمی روید. در خونه نشسته من رو انتظار می شوید، فهمیدید؟ مادرم به کجا رفتن؟ آنقدر انسانی خوب هستی که تو رو رنجاندن نمیخواهم. نمیدونم چی خیل گویم که فریده را دوست میدارم. کمال التجا میکنم و من دارو ده، از درد زیاد میمورم. التماس دارو به تو لازم نمیشود پینار. کمی بعد همه دردهایت میگذرم. به خواب شیرینی ابدی میروی. این کارو نکن. چرا خود را قاتل میکنی؟ برای چی خودت را قاتل میکنی؟ من به این هم قاتل هستم، فراموش کردی؟ تو خودت نخواسته بودی که فریده را کشم. سلاح اکنون به طرف تو برگشت. دنیا همین طور بوده است پینار. گوش کن کمال، باور کن من سخت پشیمونم. همه خطاگی هایم رو درک نمودم. من بعد خیلی انسانی خوب میشم. باور کن با همه خوبی میکنم، قول میدهم. از همه خوبی بهتره که در حق آدمان میکنی پینار. مرگ است. جزایت رو دیهم ابلهینا بکار. در زیر زمین کاش میمردی و خلاص میشدم. حالا ایست من از اینجا برایم یک بلو کردن نجات یابم از پست میشوم. اول تو رو به قتل میرسونم کمال. آفرین، نه اینطور به پینار مانند شدی.
این طور وجدانم مرا عذاب نمیدهد. این چندم مراتب است که بسوی من سلاح میداری. من از این همراه نجات خواهم یافت. یاری دهد، یاری دهد، یاری دهد، یاری دهم. دمت را دیر. صبر کن می آیم. خاموش. کی هستی؟ اکای کمالین منم فریده. فریده؟ حالا هم همینجاست. شما او رو نکشتید؟ نه نکشتم. تو چرا برگشتی؟ فکرم رو عیبت کردم. برای نجات دادن من اومدی. مرا بعد از این برهم نمیسپاری ها؟ خواطر نشو. با او نمیسپارم. خودم جزایت رو دادن میخواهم. تو این کارو کردن نمیتونی. تو با ایمانی. خدا رو شکر که من با ایمانم، اما کور نیستم. پدر و مادرم رو کشتی، عائله‌ام رو پریشان کردی. اکنون جزایت رو میبینی. مرا رها کنید. من هم بدم افتادم. با شما دیگر کاردار نمیشوم. مرا او مجبور کرد. درباره کی گپ میزند؟ همشریکش اقرب، همین قلنه پینور. تو با خبر شدی؟ بله، از همه کارتون با خبر شدیم. پلیس در همه جا او را میکوبد. فهمیدی؟ باز چی شد؟ مگر خوابت برد گنگ؟ کارت را دوام ده زودتر. این چی طور ریش تراشیدن است؟ چی شد؟ سلام اکا. سلام جانا. خیلی شد با تو با نخورده بوده. این خیل نگوید اکا. مگر کس برادر خودش رو همین خیل پیشواز میکنه؟ آن روزها این خیل سخنها به زبانت نمیافتید. معلوم نیست از پسی که کارت خلانده میگردی. بعضا وقت حتی آدم را رفیق نزدیکش فروختنش ممکن است. باور کنید که من یگان گناه ندارم. همه نقشه رو او کشید. من حال از خانه برآمدن نداشتم. حتی دختر را به خانه او آورد و روی مرا تغییر داد. بمب رو چی؟ او آن را ترک کند. البته که او ترک کند. چوپان را چیکار کردنش معلوم است. اون آدم بمب تیار میکند. بمب رو با دست خودش آماده ساخته است. بعد عیناً همون خیل گردن بند خرید که پدرت و مادرت گرفته بود. شما میدونید من برای چی به توی آمدم؟ برای شما رو آگاه نمودن؟ بس کن، دروغگویی رو بس کن. اگر میخواستی همان روز زنگ زده آگاه میکردی. فهمیدی؟ با یک زنگ چند نفر رو از مرگ نجات میدادی. همان روز چقدر التجا کردم، اما تو یک کلمه هم نگفتی. اون وقت خیلی دیر شده بود. بمب برای ترکش آماده بود. از دست من یگون کار نمی اومد. برای همین حداقل جان خودم را نجاتی هم گفته گریخته بودم. گریختی؟ اما دیگر گریخته نمیتوانی. تا قصدم را از تو نگیرم آرام نمیشوم.
یک قهوه دیگر به تو میگفتم اما میگویند که برای یک قهوه 40 روز قدر لازم است. اکنون برای من ذره قدر تو نمانده است. از این پس نمیخواهم بینمان یگان پیوندی باشد، نه صمیمیت، نه دلسوزی و نه چیزی دیگر. ما برادر هستیم اکا، چه خیل بینمان یگان پیوندی نبوده است. خواهید نخواهید ما برادران هم خونیم. گوش کن، از وقتی که تو مرا به پلیس آشکار کردی برادری مرادری همش تمام شد. اکنون من و تو دشمنیم. اکا باز تکرار میکنم آن کار را شما از همان وقت نادرست قبول کردید. بس کن ابله. برای تو شده من 12 سال زندانی شدم. درست یا نادرست بودنشو من از تو خوبتر میدانم. اگر رحمتی مادرم نمیشد خودی حاضر تو را در اینجا میپراندم. اکنون خسته گم کن خودت را، دیگر قدمت را به اینجا نگذار. زود باش. اکا گوش کنی، سرم در بلاست، پلیس از پیم است، دیگر جایی ندارم که روم. مرا به خارجه فرستید که پایه با من گپ میزنید یا نمیزنید اختیارتان. مرا گریزانید. چه خیلی که میگویند چیزی را که کاریدی همان را میدروی. اکنون نوبت توست. کنی گریز من بینم. اگر به دست افتی کمش 12 سال میشینی. این به یک میشه زدن میگذرد. گپی آخر همین است؟ گپی آخرین من همین است. نفشو از اینجا. آخر فریده، معلوم که تو چیزی که از او نپرسی او از ترس به لرزش می درآید. اما من چی مقصد داشتنش رو هیچ نفهمیدم. من چیکار کردنم رو میدونم و از او چیزی نمیپرسم. چی کاری کردنی باشه من هم دانم. آخر مثل هیکل در بین شخ شده ماندم. هیچ چیز گفتن نمیتوانم. رفته از پینار رقم تلفنی اقرب رو میگیریم. خیر شما باشید همچون مشتری به او زنگ میزنید. انا این گپی دیگر اکنون مراقم زیاد شد. بعد چی؟ و از او خواهش میکنید که برایتون یک بمب آماده کند. خیلی خوب، خیلی خوب. مراقم باز زیادتر شد. اون طرفش معلوم چه خیلی که نزدیکانمون رو ترک کند همون خیلی خواهد شد. لیکن این دفعه نوبت پینار. یعنی پینار رو ما میتر کنیم؟ بله، اما با یک فرقیت. چقدر عزیز بودنی حیات رو باید فهمد. فریده، نخود اینا رو از تو میشنوم. اکای کمال من همه این رو همچون یک کلین، یک مادر و یک دختری یک که و تنها مانده میگویم. سردارم، و فکر شما گفته‌های فریده راست است؟ من به او باوری دارم. از همه ما او زیادتر دستگیر شدن پینا را میخواد و در اینجا بودن این زن را خودش آمده به ما خبر داد. یگانه امکان گناه صادر نمودن پینار با اقرب همین است. باز به آقای کمال نگفته باشد؟ نه، من تاکید کردم نقشه کشیده من را تنها خانم فریده میداند. به اطرافیانش به هیچ کس نمیگوید. آدمان خودمان، من یک به نظرشان روم. ما رو با اقرب شناس میکنی؟ پلیس که پیدا نکرده باشد من از کجا میدونم؟ معلوم نیست که حالا وای در کجاست. گوش کن، این روزها رو من از سرگذرانده هم میدانم. البته یگان نفری پیدا میشود که رقم تلفن یا سراغش را داند. کلت را کارفرما؟ نه از کارفرما، شاید یابی. اون آدم هم مثل اقرب است. با یگان سراغی که در آمد تا در دلش نزند از آنجا نمی براید. تو حال طرفش رو میگیری.
аммо ӯ бошад барои пул шуда туро ба афсун фурӯхт. маро фиреб додани? медонӣ барои чӣ дар беморхона танҳо мондӣ? ягон бор дар ин бора фикр кардӣ? чунки ӯ омад туро ба афсун фурӯхт, пулашро гирифту парвои туро накарда гурехта рафт. ӯ ба ин кор ҷасорат намекунад. ҳеҷ аз фиребгарият намонди Пинор. мехоҳӣ ки ба ту ҳақиқатро гӯям. ҳеҷ фикр кардӣ ки чаро чеҳраи ту ба чеҳраи пештараат табдил ёфт? дар ин бора фикр кардӣ? чунки афсун бо ақраб духтуреро ёфтанд ки чеҳраи туро мисли пештара кард. ту барои ақраб ҳеҷ қимате надоштӣ. ӯ туро танҳо истифода бурд, пулашро гирифту гурехта рафт. агар хоҳӣ аз ақраб метавонӣ интиқоматро бигирӣ. ман ба ту имконияти хубе додам. бародарон, нақшаамон чунин аст. хонум Фарида аз Пинор ҷои зисти ақрабро пурсон мешавад. бо кӯмаки оғои Камол як бомба ба ақраб мефармоем. мо ҳар як лаҳза дар назорат мешавем. ҳангоми вохӯрии онҳо мо дарҳол ақрабро дастгир мекунем. Пинор чӣ? бе ин ҳама дар дастамон аст. хонум Фарида ба ӯ як кори хурде дорад. пеш аз ӯро ба дасти мо супоридан, аз ӯ як ду чизро пурсидан мехоҳад. چه قدر انسان‌هایی که از پشت پینار این دنیا را پدرود گفتند آنها را یک به یک پرسان می شود. از طرف راست سیوم. مایلش فکر کنید که گفتم کجا بودنش رو او رو پیدا کردی. بعد حالی من چی می شود؟ تو اول کجا بودنش را گوی، بعد درباره تو یگان فکر میکنیم. مرا میکشی؟ تو باید کجا بودنی آن ابله را گویی. مرا خشمگین نسازو، رقم تلفنش را گفت نگردانی. فکر کنید که من گفتم. آن آدم کایها میدوند که من از بیمارخانه گریختم. مراد هم با من باور نمیکند. تو نه، ما با اقرب گپ میزنیم. یک کار خردککی داریم. گوش کن. چند ساعت در پایان اکای کمال رو با یک عذاب نگاه داشتم. وگرنه آمده تو رو میکشت. رقم تلفنش رو داده یک امکانیت خوبی به دست میاری. اگر گویی که نه نمیخواهم به شما کمک نمیکنم، بیهوده ما رو امیدوار نکن پینار. بعد خودت میدونی که با آقای کمال احوالت چخل میشود. خب مایلش، تو انتخابت رو کردی. او رو به شما میسپارم آقای کمال. ایست میگویم یعقوب گفتنی شخص است. اگر خواهد در دو دقیقه او رو پیدا میکند. آن آدم را از کجا پیدا میکنیم؟ در محله پایان یک قهوه خانه دارد. اونجا سقا بازی میکند. اگر اقرب رو پیدا کردن خواهید او میتواند. یعقوب در کجاست؟ در بالا. به من گوش کن. باید آن شب سری میز نمی نشستی، باید قرض نمی گرفتی. حالا باشد وقتی پرداخت. از من یک مرتبه آگاه کردم. در دوام 2 روز پرداخت کردی نکردی مردی. آن طرفش را خودت میدانی. تو اینجا چی گم کردی؟ پلیس از پایم است. خیر پلیس که از پسد باشه چرا به اینجا در آمدی؟ به تو هم آنها هر روز دارن اینجا. جایی که زندگی میکردم آنجا را پلیس احاطه کرده است. یگان لباسم را نگرفته از آنجا گریختم. تا سحر همینجا مانم، بعد به خودم یگانجا پیدا میکنم. اکای کمال، من اکنون تلفن دارم.
حاضر به شما زنگ میزنم، رقمهایم را قید کنید. یگان خبر شد زنگ زنید. میلش فریده، من زنگ میزنم. سلاح را چی کار میکنید؟ بی سلاح نمیروم. سلاح را مانید. خواهش میکنم. شما برای ملاقات میروید، خودتان را در خطر نمیگذارید کو. مانید. سلاح را مانده روید. میلش فریده، میلش. به من گوش کن. با تو نشون میدیم که چخیل این را استفاده بری. از اون زنی ابله ترسیدن لازم. وقتی که این را به دست گرفتی، نشان گرفته به حریفتر خالی میکنی. خواهش میکنم سلاح را مانید. من با این خیل چیزها احتیاج ندارم. آسیه میزند. من به فرزندانم خبر نداده آمدم. بیچاره ها خواطر شدن. آسیه میزند. گوش میکنم دخترم. پدر شما در کجایید؟ من به خانه اپای فریده اومدم، اون کس نیستن. شما در خانه شما بوده است. بله دخترم، همراه هستیم. ما کمی کار داریم. شاید کارمون دیر تمام شود. اگر ما دیر کنیم شاید من نایم امشب، اما اپای فریده می آید. چی کار بوده است؟ گوید که تلفن رو به یاسین دهد. دخترم تلفن رو به یاسین ده. اپای فریده گپ زدن میخواهد. مادرت. خیریت. الو مادر، در کجایید شما؟ چند ساعت شد که زنگ نمیزنید؟ پسرم تمام. خودت رو به دست گیر. خواطر نشو، من خوبم. خواهرت در نزدت، همین خیل نه؟ خواهرت و اوسیه رو نگاه کن. در رو به کسی نکشو. فهمیدی؟ من کمی دیرتر می آیم. فریده، من میروم اما هوشم در اینجا میماند. تو را با این مار تنها گذاشته نمیتوانم. از تو التجا میکنم با دقت باش. خواطر نشوید. او هیچ کار کرده نمیتواند. سردارم کسی برام. این آقای کمال است. از پسش نظارت میبره؟ ما نه. تو با ماشین دیگر گذر. نظارت برید از پسش. در علاقه میشوید برای کار. به شما. الو آقای عزیز، اکای کمال کمی پیشتر برآمد. دیدم خانم فریده. او به کجا میرفته باشد؟ پینار سراغ یعقوب را داد. وی در کجا بودنی اقرب را میدانسته است. اکای کمال به نزدش رفت. صبر کنید. از بالا یک صدا برآمد. رفته بینم. میلش. خانم فریده گوش میکنم. ما همین جاییم، شما خواطر نشوید. میلش